خبر فوری: یائیر پسر بنیامین نتانیاهو به بیمارستان منتقل شد. اتفاقی که افتاده همه رو شوکه کرده. تا آخر ویدیو همراه من باشین. خب دوستان، خبر امروزمون مربوط میشه به یائیر نتانیاهو، پسر بزرگ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. طبق گزارش منابع خبری نزدیک به دولت اسرائیل، یائیر ساعاتی پیش به دلیل وضعیت جسمانی وخیم با آمبولانس مخصوص به یکی از بیمارستان‌های مجهز در تل‌آویو منتقل شده و الان توی بخش مراقبت‌های ویژه بستریه. دقیقاً چی شده؟ ماجرا از چند روز پیش شروع شده. گفته میشه که پسر بنیامین نتانیاهو توی این مدت علائمی مثل تب خیلی بالا، سرگیجه، ضعف شدید و بیحالی داشته. خانواده‌اش بعد از مشورت با پزشکای خصوصی تصمیم گرفتن که سریع منتقلش کنن به بیمارستان. تا لحظه ضبط این ویدیو پزشکا هنوز علت دقیق بیماری رو اعلام نکردن، ولی چند تا رسانه غیر رسمی گفتن ممکنه یا یه عفونت ویروسی باشه یا مشکلی حاد در دستگاه گوارش. البته اینا هنوز تایید نشده. سکوت عجیب دولت و شایعاتی که شروع شدن. تا الان دفتر نخست وزیر اسرائیل هیچ بیانیه‌ای منتشر نکرده و همین سکوت باعث شده کلی حرف و حدیث تو فضای مجازی شکل بگیره. برخی ها حتی گفتن ممکنه پای مسمومیت عمدی در میون باشه. بعضی ها هم رفتن سراغ بحث‌های روانی و گفتن شاید فشار روحی زیادی روش بوده. خلاصه فضای مجازی داغه و هر کی یه چیزی میگه. از اون طرف اطراف بیمارستان هم امنیتی شده، طوری که حتی پرسنل بیمارستان هم نمیتونن راحت به اطلاعات پزشکیش دسترسی داشته باشن. انگار قرار همه چیز محرمانه بمونه. اما چرا یائیر مهمه؟ شاید بگی خب یه پسر سیاستمدار مریض شده، چرا اینقدر بزرگ شده این خبر؟ اینجاست که باید بدونی یائیر نتانیاهو با اینکه هیچ مقام رسمی نداره، اما از جنجالی ترین چهره های فضای سیاسی اسرائیلیه. تو چند سال گذشته با پست ها و حرفای تندش درباره فلسطینی ها، سازمان های بین المللی، اتحادیه اروپا و حتی آمریکا حسابی حاشیه ساز بوده. خیلی هم میگن از پشت پرده روی تصمیمات پدرش تأثیر میذاره و یه جورایی تو تیم سیاست سازی نتانیاهو هم نقش داره، حتی اگر رسمی نباشه. واکنش مردم چی بوده؟ توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام هشتگ هایی مثل هشتگ نتانیاهو ترند شده. عده‌ای از کاربرا با دید انسانی براش دعا کردن و آرزوی سلامتی داشتن، اما در مقابل خیلی‌ها با توجه به سیاست‌های سرسختانه اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها و مخصوصاً حملات اخیر به غزه این خبر رو با طعنه، تمسخر و حتی خوشحالی همراهی کردند. در نهایت باید صبر کنیم ببینیم در روزهای آینده چه اطلاعات رسمی‌تری منتشر میشه. آیا بیماریش جدیه؟ آیا ممکنه موضوعی باشه که پشت پرده داشته باشه؟ و از همه مهمتر، آیا غیبت یا وضعیت نامساعد یائیر میتونه تأثیری تو روند سیاسی پرتنش این روزهای اسرائیل بذاره یا نه؟ ما هم حتما خبرهای بعدی رو دنبال میکنیم و هر بروز رسانی شد بهتون اطلاع میدیم. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره تا خبرهای مهم دیگر رو از دست ندین. ممنونم که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. اگر به موضوعات حواشی سلبریتی ها علاقمند هستید، این دو ویدیوی بالا رو به هیچ عنوان از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.